دنیا در حال بیدار شدن است و راه‌حل‌های خلاقانه‌ای در حال ظهور هستند. اولین سنگ بنای مدیریت جهانی آب، تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب است. دیگر نیازی نیست که آب مصرف شده را هدر دهیم. فناوری‌های پیشرفته اجازه می‌دهند که این آب با استانداردهای بسیار بالا برای مصارف صنعتی، کشاورزی و حتی آشامیدنی بازیافت شود. این رویکرد یک منبع آب جدید و پایدار را برای شهرهای بزرگ ما ایجاد می‌کند. دومین راهکار انقلاب در کشاورزی هوشمند است. کشاورزی کنونی بخش بزرگی از آب شیرین ما را مصرف می‌کند. با جایگزینی سیستم‌های سنتی با آبیاری قطره‌ای دقیق که مستقیما آب را به ریشه گیاه می‌رساند، می‌توانیم تا 50% در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم. پهپادها و سنسورها با داده‌های لحظه‌ای میزان دقیق آب مورد نیاز هر متر مربع زمین را محاسبه می‌کنند. دیگر نه قطره‌ای کمتر و نه قطره‌ای بیشتر. راهکار سوم فراتر از فناوری است. به مدیریت یکپارچه منابع آب مربوط می‌شود. رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی آب مرزهای سیاسی نمی‌شناسند. برای موفقیت، کشورها باید بر اساس داده‌های علمی و نیازهای اکوسیستم در مورد تقسیم عادلانه منابع آبی مشترک به توافق برسند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مشترک و ایجاد سازمان‌های نظارتی فراملی دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت برای جلوگیری از درگیری‌های آینده است. بخش سوم، نقش فردی و حکمرانی. در سطح کلان هیچ راهکاری بدون حکمرانی قوی و شفاف میسر نخواهد بود. دولت‌ها باید قیمت واقعی آب را منعکس کنند، یارانه‌های بیجا را حذف نمایند و در عین حال از دسترسی اقشار آسیب‌پذیر اطمینان حاصل کنند. اما این مسئولیت تنها بر عهده سیاستمداران نیست. در سطح فردی تغییر عادات ما حیاتی است. کاهش مصرف محصولاتی که نیاز آبی بسیار بالایی دارند، مانند فرآورده‌های گوشتی، اثر بزرگی بر تقاضای جهانی آب دارد. هر قطره‌ای که صرفه‌جویی می‌کنیم، هر انتخاب غذایی آگاهانه‌ای که انجام می‌دهیم، به معنای فشار کمتر بر منابع محدود سیاره ماست.